عزیزای دل، امروز میخوام درباره نقاب کودکی صحبت کنم. اصطلاح عجیب و جدیدیه ولی در واقع اسم بهتری براش پیدا نکردم. فکر کردم اگه بگم کودک درون اشتباه میشه با معنی واقعی کودک درون که در واقع همون قسمتی از ماست که شور و هیجان زندگی داره، شیطنت‌هایی برای خودش داره، بالا پایین میپره، دنبال شادیه، دنبال تفریح، دنبال گردش، دنبال یاد گرفتن چیزای جدیده و دوست داره خیلی چیزا رو تجربه کنه، مشاهده کنه، بخنده، بچرخه، بگرده و شاد باشه. نه، الان منظور من کودک درون نیست. من میخوام درباره افرادی صحبت کنم که متاسفانه یه نقاب کودک زدن و خودشون واقعا کودک نیستن. اتفاقا خیلی هم آدمای خطرناکی هستن ولی یه نقاب کودک میزنن و تمام رفتارها و زندگیشون رو بر اساس پلن‌هایی پیش میبرن که به نوعی اتفاقا والد درون یا بالغ درونشون طراحیش کرده، اما با یه ظاهر کودکانه، مظلوم، نازنازی، من نمیدونم، من نمیفهمم، من اطلاع ندارم، ولی دارن اهداف خوب یا بد یا شیطانی یا خوب چه میدونم موفقیت آمیز خودشون رو دنبال میکنن و معمولا هم پلنایی که میریزن برای اینه که خودشون و مثلا همسرشون رو به نوعی از بقیه افراد دور کنن و جدا کنن و کنار بکشن، ولی با یه نقاب کودکانه که من مظلومم، من کاری نکردم، من کار بدی انجام ندادم و واقعا خیلی از افراد گول اینها رو میخورن، یا بهتر بگم به ظاهر گولشون رو تا مدتی میخورن ولی در دراز مدت هیچ کس گول اینها رو نمیخوره و دست اینا معمولا رو میشه. خب ببینیم ویژگی اینا چیه؟ خیلی ساده. اولا اینا هیچ چیزی رو رک و راست به شما نمیگن. به ظاهر خودشون رو مهربون، دلسوز، غمخوار نشون میدن. حتی واقعا ممکنه بعضی جاها رفتارهای مهرطلبانه‌ای داشته باشن و واقعا بیان یه کمک‌هایی هم بکنن که حالا دستشون درد نکنه. بیشتر موقع‌ها توی قالب بچه قرار میگیرن. بچگونه هم حرف میزنن، لحنشون رو کودکانه میکنن، صداشون رو بچگونه میکنن، اگه خانومن صداشون رو نازک میکنن، یه جوری با چشمای گرد شده به آدم نگاه میکنن، یعنی ما که نمیدونیم، ما که نمیفهمیم، ولی چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. یعنی چی؟ یعنی وقتی که میرن پشت پرده، پشت صحنه، همه چی رو پلن میریزن و برنامه ریزی میکنن و همه اونا در اون جهته که مثلا اگر که همسر دارن کسی همسرشون رو ازشون ندزده، اگر میخوان برن یه جایی که همسرشون خیلی دوست داره بره، یه جوری پلن میریزن که در واقع نامحسوس دیگه نرن اونجا، دیگه با اون افراد معاشرت نکنن، همسرشون رو از پدر مادر همسرشون جدا میکنن، به نوعی هدایت میکنن با الفاظ این که من دلسوزم، من به خاطر پیشرفت زندگیمون دارم میگم، یا مثلا من مظلومم، بیا به داد من برس، من هر کاری تو بگی دارم میکنم و با این نقاب‌های مختلف کاری میکنن که طرف مقابلشون و مخصوصا همسرشون به نوعی با اینا راه بیاد و باورشون کنه و متاسفانه بعضیا تا آخر عمرشون چنین رفتارهای بچگونه‌ای رو باور میکنن و حتی مثلا توی مسائل مهم شروع میکنن به تصمیم گیری و بار اصلی زندگی رو میندازن رو دوش خودشون، چون فکر میکنن همسرشون بچه است و خیلی کارا رو نمیتونه بکنه. ولی وقتی که دقت میکنی و رد پای تصمیمات رو دنبال میکنی، میبینی همه اون تصمیمات اصلی و جدی رو همون همسری گرفته که به ظاهر یه نقاب کودک زده. نظر شما چیه؟ آیا در زندگیتون با افرادی روبرو شدید که با نقابای کودک گولتون بزنن؟